آرش بگیرم فیلم ازت ادامه بحثمونو. خب ببین تو گفتی که انسان ها قبول نداری که اشرف مخلوقاتن، درسته؟ بله هنوزم میگن نیستن. خب ببین یه سوال، اگر همچین چیزی باشه، من این کلیپ اون دفعه گذاشتم توی پیجت، خیلی اومدن گفتن که نه اصلا همچین چیزی نیست، فقط کافیه نگاهی دور و برت بندازی، که منم قبول دارم حرف دقیقاً، که کافیه نگاهی دور و برت بندازی، ما کامپیوتر داریم، ماشین داریم، خونه داریم، نمیدونم فلان داریم اینا. خب چطور پس اگر قرار ما اشرف مخلوقات نباشیم پس کی هست؟ چطور شیره اینا رو نداره؟ چطور نمیدونم سوسکه نداره؟ چطور پرنده نداره؟ خیلی ممنونم. الان چه حرکتی کلا خب تو کلا اشتباه متوجه شدی. یعنی چی؟ ببین هر موجودی خب یه توانایی خاصی داره. درست. مثلا ما عقلمونه، شیر خیلی دندون چیزی داره، پرنده ها میتونن پرواز کنن، سوسک خیلی مقاومه، درست. اینجوری دیگه یوزپلنگ میتونه سریع بوده. خب اینجوری باشه که عقاب میتونه بگه که من اشرف مخلوقاتم چون بالاتر اصلا پرواز میکنم، شیر میتونه بگه من اشرف مخلوقاتم چون دندون چیزایی دارم، اصلا سوسک هم میتونه بیاد بگه من اشرف مخلوقاتم چون بمب اتمم رو میندازه نمیرم. از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. خب ببین نمیدونم چی بگم، حرفت منطقیه. نمیدونم شاید هم اینجوری باشه. ولی یه چیز دیگه اینکه فرض کن انسان ها همین فردا منقرض بشن، به نظر 10 سال دیگه چه اتفاقی بیفته؟ دیگه انسان نداریم. نمیدونم چی میشه. تو اولین چیزی که با انسان ها از بین میره گرمایش زمینه. درست. زمین دیگه بالاخره یه نفسی میکشه، دیگه سبز میشه، رودا دوباره پر آب میشن، گلا شکوفه میزنن. خب دیگه بخش گلاش دیگه گلا الان هم شکوفه میزنن. خب دیگه حیونا دیگه بی‌رویه شکار نمیشن دیگه. درست. نسلشون بیشتر میشه، به اندازه مونا زیاد نمیشه. خب حالا فرض کن فردا همین زنبورا از بین برن. درست. چه اتفاقی میفته 10 سال بعد؟ دیگه اصلا نداریم. اون که جدا از اون یه چیز مهمتر، زنبورا اگه نباشن گلا نمیتونن گردافشانی کنن، تمام گل و گیاها اکثرشون از بین میرن و دیگه حیات خیلی کم میشه و از بین میره تقریبا به جز داخل دریا که جلدک هستش. درست. ولی تقریبا همه چیز تقریبا از بین میره، همه حیات ها و دیگه کل جهان بیابون میشه. درست. دیگه هیچ گیاهی دیگه باقی نمیمونه. مثلا اینه الان داریم میگه که نقش زنبورا حتی از ما بیشتره. ولی اینجوری باشه که حتی زنبورا اشرف مخلوقاتن با این تفاسیر، نه ما. کاملا قانع شدم، خدایی راست میگی. مرسی پسر. نه درسته، منطقیه. باشه یه بارا پایین ببینم بچه پر رو.